با خبرهای آخرین از جهان و تاجیکستان برنامه اخباری آزادی را من مومن احمدی تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. امروز 10 ایون است. نگاه به سرخط گزارش‌های برنامه. روسیه قانون‌های مهاجرتش را تغییر داد. مقامدار بلندپایه تاجیک میگوید با دلیل سختگیری و خرج زیاد احتمال سفر مهاجران تاجیک به روسیه کم شود. همکاری چین با تاجیکستان. کشاورزان تاجیک شکایت دارند که کارخانه‌های چینی کشتزارها را بی‌حاصل و به طبیعت زیان می‌رسانند. من همین 3 سال میشد میکارم. همه قطعه بیرد کشیده خوش رو میشد، گل به میبیاد و گلش میریزد برا. راننده های مسافرکش میگویند ظاهرا شرکت هایی که حق تنظیم تاکسی های پایتخت را دریافت کردند بجز از پولستانی مسئولیت دیگری بر دوش گرفتنی نیستند. ما در این پرسید اومد یکی کسل شویم یا یگان کسلی داشته باشید گفتن که فرق نداره. مقامات تاجیک میگویند احتمال سفر مهاجران کاری تاجیک بر روسیه کمتر شود. شریف نورزاده معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفته است با دلیل تغییر به قانونگذاری روسیه که با هدف حمایت از کارجویان خارجی تهیه شده است، کار و زندگی مهاجران سخت‌تر می شود. از این رو او گفته است در این شرایط احتمال اهمیت روسیه برای شهروندان تاجیکستان همچون یک کشور مهم برای کارجویی کم شود. این مقامدار تاجیک از تغییرات در قانونگذاری روسیه توصیف کرده است. او گفته است که قانون‌هایی که در 1 سال اخیر در سمت مهاجرت در روسیه قبول شده است به مهاجران حق می‌دهد که صاحب سغرته باشند و در آینده نفقه بگیرند. رقمی کردن ثبت نام مهاجران برای کار و زندگی را معاون وزیر یک سبب اصلی کاهش فساد نامیده است، ولی همزمان گفته است که برای گذشتن از این روند یک مهاجر عادی مبلغ زیاد باید صرف کند. او گفته است خرج زیاد ولی همزمان کاهش امتیاز به مهاجران حتی مشکل در گرفتن سیم کارت و بستن عقد نکاح میتواند باعث کم شدن سفر مهاجران به این کشور گردد. وزارت مهنت گفته است که در نیم سال 2024 نزدیک به 400,000 مهاجر از تاجیکستان به روسیه رفته است که نسبت به همین دوره سال پیش یعنی 2023 15% کم بوده است. طبق آمارهای گوناگون در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند. مقامات تاجیک گفتند که تنها سال 2024 بیش از 30,000 از مهاجران از روسیه اخراج شدند. ساکنان روستاهای نزدیک به شهر بار در سربستان و پنجکین در تاجیکستان اضطراب و تشویش یکسان دارند. آن هم از آلودگی ها از کانهای معدنی متعلق به چین. اگرچه حکومت های دوشنبه و بلگراد از سرمایه‌گذاری چین خوشحالند، مردم محل از آلودگی زمین و هوای خود می ترسند. شرکت زیجین میگوید محیط زیست را آلوده نمی کنند. همکارم طاهر سفر خلاصه تحقیق بخش سربی و بخش تاجیکی را تقدیم می کند. نزدیک همون دنبیا گذارید دم سحریا که سحر هم میخیزه همون بوی که نفس میگیری سر آدم یک چرخ زدگی برای میشد انیقش. مردمی که در محلهای آلوده شده زندگی میکنند از دهقانی دست کشیدند. با این گرد و غبار هیچ چیزی صحت پرورش کردن نمیتوانید. اسدالله و امیلاش 5000 کیلومتر دور از هم زندگی میکنند ولی یک همسایه دارند. همسایه هم کانهای معدنی که شرکت عظیم چینی زیجین استخراج میکند. در سربستان اکثرا میس و در تاجیکستان طلا. زیجین میگوید محیط زیست را آلوده نمیکند. حکومت‌های بلگراد و دوشنبه هم از سرمایه‌گذاری‌های چین خوشحالند. سربیا و تاجیکستان از طریق برنامه یک کمربند و یک راه چین به هم وصلند. طرح استراتژی رئیس جمهور شی جین پینگ که هدفش توسعه نفوذ چین در غرب است. پس از سالها خودداری دیارد اندیلیچ مهندس بازنشسته از نزدیکی کان معدنی بار مالکیتش را به شرکت چینی فروخت. برای کوچیدن از روستای استرالیا آماده می شود که تا حال آن را 200 خانواده ترک کردند. مردم ده طلب داشتند بر اساس برنامه مخصوص کوش داده شوند، چیزی که اصلا نشد. من کجا روم؟ من نمی توانم بار و بندم را گیرم و روم. چی کار کنم؟ شرافتم را فروشم؟ شرافت اجدادانم را فروشم؟
شرکت زیجین سال 2018 اکثر سهمیه‌های کان مس را از حکومت صربستان خرید. سال 2021 شرکت چینی به استخراج کان نوی معدن سوکر و پکی آغاز کرد. баъди харидани кон ва коркарди маъдан ширкати зиҷин тавлидотро бисёр зиёд кард. Аз ҳама бештар се манбаи ҳаётӣ олуда шудааст: об, ҳаво ва замин. شرکت زیجین 70% سهمیه‌های شرکت زرافشان تاجیکستان را سال 2007 خرید. اگرچه برای آلوده‌سازی محیط زیست بارها جریمه شده است، اما همچنان از حمایت سختی مقامات رسمی برخوردار است. حکومت تاجیکستان میگوید از حساب شرکت میلیون‌ها دلار مالیات میگیرد. مردم محل میگویند شرکت آب و هوا و زمین آنها را آلوده کرده است. پامیدور نقد نمیپزد، پوره نمیپزد. من هر سال بودرینگ میخوریدم، بودرینگ ابوزار نمیخریدم. من همین 3 سال میشد میکارم. همه قطعه بیرد کشیده خوش رو میشد، گل به میبیاده، گلش میریزد برخت. شفتولی هم نمیشد. درخت شفتولی. گروه زنان بیزار شده از آلودگی سال 2023 برای شکایت به مرکز پنجکند رفتند. به جای شنیدن شکایتشان ماموران میلیسا آنها را دستگیر کرده و آگهی دادند. وقتی که درون وای بردن گفتن شما را 15 سوتک پادوال به میشنانیم. ما چی گناه کردیم؟ گناه ما را گفته بعد ما را جزا دهید. نه گفتن، ما را مسخره گفتن. گپ‌های پست و بلند زدم ما را. وقتی که ما در درون همین داخلی خودم شخصا بیهوش شدم، این با آب نتید، خاک تید گفته دوغ زدین. شرکت زیجین میگوید تمام قاعده‌های حفظ محیط زیست را رعایت میکند و تا 20 سال دیگر اینجا حق استخراج دارد. با وسیع‌تر شدن دامنه فعالیت زیجین، ساکنان درمانده زیر گرد و غبار آن برای آینده خود مبارزه میبرند. اصلان گلابوف زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان که به حبس ابد محکوم شده بود در زندان وفات کرده است. او 35 سال داشت. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند گلابوف شام 9 ایون بر اثر خونریزی معده جان داد. مقامات رسما در این باره صحبت نمی کنند. خبرنگاران رادیو آزادی این موضوع را پیگیری کردند و قبل از برنامه از همکارم خیرامان بقازاده درباره جزئیات حادثه پرسیدم. خبر مرگ اصلان گلابوف را نخست انوره سرکارова روزنامه‌نگاری توجیک مقیم اروپا در فیسبوک نشر کرد. به نوشته او گلابوف گرفتار زخم معده بود و صرف نظر از شکایت زیاد سری وقت یاری طبی دریافت نکرد. یک منبع معتمد در شهر خوروخ هم 10 میلیون بر رادیو آزادی گفت اصلان گلابوف بر اثر خونریزی معده وفات کرده است و افزود دوام 2 ماه اخیر احوال او در زندان خیلی بد بود. نزدیکانش به سرریاست اجرای جزای جنایتی رفته خواهش کردند که برای تبابت گلابوف چاره اندیشیده شود، اما مقامات این طلب را نادیده گرفتند. پایان اقتباس. تلاش‌های ما و همکاران دیگر برای گرفتن شرح رسمی از اداره زندان‌ها نتیجه نداد. نمایندگان سرریاست اجرای جزای جنایتی گفتند در این موضوع تلفنی صحبت نمی‌کنند. منابع رادیوی آزادی در شهر خوروغ میگویند روز 10 ایون جسد اصلان گلابوف را برای دفن به نزدیکان میدهند. سوال دیگر از همکارم درباره خودی اصلان گلابوف بود که او کی و با کدام گناه زندانی شده است. اصلان گلابوف سال 2022 با اتهام دست داشتن در حادثه قتل عبدالله نظرف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان در سال 2012 گناهکار دانسته و به حبس ابد محکوم شده است. همراه او غلامعلی ایانبکوف پسر طالب ایانبکوف و خیری محمد دوست محمدوف هم عمرباد زندانی شده بودند، هرچند آنها دست داشتن در قتل عبدالله نظرف را رد کرده بودند. محاکمه آنها پس درهای بسته جریان گرفته است. اصلان گلابوف و 10 نفر از چهره‌های شناخته ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه‌های می ایون سال 2022 و به دنبال اعتراض‌ها در این منطقه بازداشت شده بودند. آن سال در عملیات مقامات نزدیک به 40 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان کشته شدند. مقامات آنها را عضو گروه جنایتی می‌دانند، ولی ساکنان می‌گویند آنها گناه نداشتند. سازمان‌های حامی حقوق و نمایندگان اتحادیه اروپا چند بار طلب کردند که سرکوب اعتراض‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان و نقض حقوق انسان در این منطقه تحقیق شود، ولی با گذشت 3 سال از اعتراضات در بدخشان این طلب نادیده گرفته شده است. سپاس از همکارم خیرامان بقازاده. تفصیلات بیشتر را شما در سامانه آزادی آرک بخوانید.
اجازه تنها 4 شرکت تاکسی و برهم دادن شرکت‌های دیگر مسافرکشانی برخی رانندگان را در دوشنبه نگران نموده است. شهرداری دوشنبه و شرکت‌های خدمات رسان موضوع را شرح نمی‌دهند. رانندگان شکایت دارند که شرکت‌های تاکسیرانی ظاهراً تنها مسئول پول‌ستانی هستند و وظیفه آنها در بخش حفظ اجتماعی رانندگان مشخص نیست. علیشیر ظریفی و امیر ایسایف گزارش می‌دهند. این راننده از بانک پول قرض گرفته ماشین خریده است تا با کراکشی هم زندگیش را پیش برد و هم قرضش را برگرداند. ولی میگوید شرکت یک تاکسی که در آن کار میکرد برهم خورد و اکنون نمیداند آیندهش چی خواهد بود. ما را زنگ زدن شرکت SMS روی کردن که شرکت محکم شدگی. ما اومدیم اینجا ما را روی دوران گایی شهر بی خطر ابخدنو لیست بگذارید. میگم ما شما را شرکت 8000 شرکت نو کردگن همونجا باید روی ممکنن دامو شرکت 8000 روزدا 100 سمپل میتی 100 سمپل کار کنی نکنی مقصد هم 100 سمپل میسپوری. هم صحبت ما میگوید زورش به این مبلغ و هم پوشاندن قرض بانکیش که ماه 7500 سومانی است نمیرسد. اقلا 50 سوم میکردن برای ما خیلی چی میشه سبک میشه وقت چونین نگرانی‌ها در پی آن صورت میگیرند که حکومت دوشنبه تنها به 4 شرکت مسافرکشانی کواتا یا اجازه تاکسیرانی در حدود پایتخت را داده شماره تاکسی ها را از 4 به 12000 بالا برده است. با شرکت های اکو تاکسی، اولوچا افتا، کوویون و صفا تاکسی اجازه داده شده است که هر کدام 3000 ماشین را برای مسافرکشانی استفاده کنند. برهم دادن چند شرکت تاکسی پرسش‌های را برای راننده بختیار ابراهیموف به میان گذاشته است. وی از مسئولان شرکت‌های تاکسیرانی پرسیده است که در صورت بیمار شدن شرکت هر روز 100 سومانی حق خدمت رسانیش را میگیرد. ما در این پرسیده اومد یکی کسل شویم یا یکون کسلی داشته باشه گفته که فرق نداره. خیلی نمیدونم قانون سپورت کردن نمیتونیم موزی. شبا از یکون شبا گایم مقصد غم دیان نمیتیان مقصد همه چیز ما میگیرن پتیوفکام را میگیرن ما چه کار میکنیم من همیش وزی نامعلومه. بعضی شرکت‌های تاکسی قطع کار خود را تصدیق ولی از شرح موضوع نیز خودداری کردند. اداره‌های مربوطه شهرداری دوشنبه به تماس‌های ما پاسخ ندادند. حالا صاحبان 4 شرکتی که اجازه کار دریافت کردند برای رسانه‌ها و جامعه معلوم نیستند. بحث و مشکلات شرکت‌های تاکسی در تاجیکستان نو نیست. در گذشته مقامات بعضی از شرکت‌ها را مجبور کرده بودند که ماشین‌های سال استحصالشان کهنه‌تر را نگذارند مسافرکشانی کنند. دیرتر از شرکت‌ها خواسته شد که بیشتر تاکسی‌ها ماشین برقی یا الکترومبیل باشد. بر اساس یک قرار شهرداری دوشنبه باید تمام تاکسی‌ها در پایتخت ماشین‌های برقی باشند. یک زاده تاجیکستان به دادگاه ناحیه سمولنینسکی پتربورگ روسیه عریضه داده است که جنس او را در سندهایش از مرد به زن تبدیل دهند. دادگاه روز 9 میون در صفحه‌اش در تلگرام خبر داد که این مرد با نام عمل هنوز سال 2022 از تشخیص روانشناسی گذشته برایش خلاصه دادند که او جسماً مرد ولی روحاً زن است. با گفته دادگاه ماه فوریه سال 2023 عمل به زاکس یا دفتر ثبت اسناد حالتهای شهروندی روسیه مراجعت کرده است تا جنسش را در سندهایش تغییر دهند. او از دادگاه خواسته است تا بر اساس تشخیص‌هایی که در دست دارد جنسش را مشخص کرده به اداره ثبت اسناد حالت شهروندی امر دهند که او را همچون زن اعتراف کند. سپاس که 15 دقیقه برنامه ما را تماشا کردید. فراموش نکنید که خبرهای نو با تفصیلات بیشتر در سامانه آزادی.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، تیک تاک، اینستاگرام و یوتیوب ایکس نشر خواهند شد. با رادیو آزادی بمانید.